باورتون میشه امروز بیاین مصلی و الان برای آقا بخواین نماز بخونین، حس و حالتون چیه؟ این دومین دیدار منه توی مصلی با آقا. دفعه قبلی نماز عید فطر بودش، اصلا باورم نمیشد دفعه دوم به فاصله 1 سال اینجا بیام و برای نماز خودشون باشه. تو چند قدمی تابوت آقا وایسادین، باورتون میشه اصلا؟ به هیچ عنوان، مخصوصا که با کل خانوادهشون، اعضای اصلی خانوادهشون. چیزی که بیشتر از اون باورم نمیشه اینه که پسرشون که رهبرمون شده الان امنیتش تامین نیستش که بیان و نماز پدرشون رو بخونن و پیش ما باشن. از ویژگی های اخلاقی آقا کدومو بیشتر از همه دوست داشتین و دوست دارین الگوی همه مردم باشه؟ آزادگیشون، قطعا آزادگیشون. و اینکه الان اگه آقا صداتون رو میشنید دلت میخواست بهش چی بگی؟ ممنونم که آزادگی رو در من هم بیدار کردی. شاید قبل از اینکه شهید بشی به اون شکل من متوجه نشدم، ولی بعد از شهادت به منم فهموندی.